به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم با آموزش رایگان پایتون جلسه سوم. در این قسمت میخوایم در مورد وریبل ها و دیتا تایپ ها با هم دیگه صحبت کنیم. وریبل چیه؟ وریبل به زبان فارسی یعنی متغیر، اما معنیشو برام بهتر بگو. اگه بخوام بهتر بگم، اسکوپی از داده هاست، یعنی یک اسکوپی از دیتا، یک اسکوپی از اطلاعاتی که ما میخوایم داشته باشیم. اما بازم بیشتر توضیح بده. اسکوپ یعنی چی؟ اسکوپ شما زمانی که اگه بخوام یه مثال خیلی ساده واسهتون بزنم، زمانی که شما میرین بستنی بخورید، مثلا میگیم به من بستنی 3 اسکوپ بده. این ظرفی که اون بستنی باهاش گرفته میشه و ریخته میشه داخل اون ظرف رو بهش میگن اسکوپ. یعنی به همون اندازه فرض کنید حالا به جای بستنی داخل اون اسکوپ اطلاعاته. اما با هم دیگه وقتی ببینیم که چجوری کار میکنه، بهتر مفهومش رو متوجه میشیم. برای اینکه یک وریبل داخل زبان پایتون بسازیم، خیلی ساده تر از تمام زبان‌هایی که من دیدم، البته جز روبی، چون روبی هم سینتکس شبیه پایتون داره. اما داخل بقیه زبان‌ها وریبل نویسیشون به نظرم پایتون ساده تره. تنها کاری که لازمه اینه که شما وریبل نیم رو، یعنی اسم وریبل رو می‌نویسید، یه مساوی می‌ذارید و وریبل و مقدار اون متغیر هم می‌نویسیم. پس تنها کاری که لازم شما انجام بدین اینه که اسم اون وریبل رو بنویسین، مساوی بذارین و بعدش مقدار اون متغیر یا وریبل رو بنویسین. حالا مثال میزنیم. مثلا من یه متغیر میخوام به اسم نیم تعریف کنم. میگم نیم مساویه با دابل کوتیشن یا تگ کوتیشن که توضیحشو داده بودیم، داخلش می‌نویسم چی؟ محمد. حالا تنها کاری که لازمه اینه که من پرینت کنم اینجا این نیمو. ببینید من داخل پرینت یادتون باشه نوشتم چی؟ hello world تو جلسه قبلی. بس از همین یه خروجی بگیرم. خب hello world رو زدیم، پرینت زدیم، درسته؟ حالا من میام این hello world رو به جای اینکه خودم بنویسم داخل یه متغیر تعریفش میکنم. پس داخل این نیمو مساوی چی میذارم؟ مساوی hello world میذارم. و حالا میگم پرینت کن نیمو، یعنی به جای اینکه بیام هلو ورلد رو بنویسم میام نیمو مینویسم. چرا؟ چون هلو ورلد رو من ریختم داخل این متغیر، یعنی این مقدار، این داده، این اطلاعات رو ریختم داخل این نیم. میتونین اینجوری در نظر بگیرین. این همون اسکوپ خالی است که این اطلاعات ریخته شده داخلش. حالا اگه من بازم یه بار دیگه پروژه‌مو ران کنم، میبینین که دوباره به من چی رو پرینت میکنه؟ هلو ورلد. مثال دیگه بخوام بزنیم، مثلا چی؟ اینو من پاک میکنم، البته کامنت میکنیم، اینم کامنت میکنم. اینجا نیمو مساوی چی قرار میدم؟ مساوی محمد قرار میدم و ایجم مساوی 18. میبینید؟ یعنی من به همین آسونی داخل زبان پایتون دارم متغیر تعریف میکنم، وریبل تعریف میکنم. وریبل نیم مقدارش از محمد، وریبل ایج مقدارش از 18. البته حالا اگه بخوام راست بگیم 19. حالا میگم چی؟ پرینت کن نیمو و خروجی میگیرم. محمد برای من داخل کنسول چاپ میشه. میگم پرینت کن ایجو، بازم خروجی میگیرم و این سری علاوه بر محمد 19 هم برای من چاپ میشه. به همین سادگی ما میتونیم یک وریبل یا متغیر تعریف کنیم. اما شاید واسهتون سوال بیاد، چرا من این محمد، سوال پیش بیاد که چرا من این محمد رو گذاشتم داخل دابل کوتیشن اما این 19 رو خود 19 رو نوشتم و داخل دابل کوتیشن تگ کوتیشن نذاشتم. اینجاست که بحث متغیرها مطرح، دیتا تایپ ها مطرح میشه. معذرت میخوام. خب پس مبحث بعدیمون هست دیتا تایپ. در مورد دیتا تایپ ها میخوایم صحبت کنیم. دیتا تایپ ها داخل زبان پایتون و داخل بیشتر زبان های برنامه نویسی به string، integer، float، این دیگه حالا این اف هم بزرگ کنم، float و بولیان، به این 4 تا تقسیم میشن. حالا داخل زبان پایتون که به این 4 تا تقسیم شده، یعنی یک استرینگ داریم، اینتیجر، فلوت و بولیان. اما استرینگ چیه؟ استرینگ به داده های متنی میگن، دقیقا مثل همین محمد
که بعد شما اونا رو داخل دابل کوتیشن یا تک کوتیشن بذارین. یعنی چی؟ یعنی من مثلا میام میگم نیم مساوی علی، نیم دو مساوی حسن، درسته؟ به اینا میگن داده های متنی. به این علی به این حسن میگن استرینگ، یعنی یک داده متنی، یک داده رشته‌ای، اصطلاحاً رشته بهشون میگن استرینگ یا رشته است. حالا ما داخل این رشته میتونیم، پس نماد رشته چی شد؟ نماد رشته یا استرینگ شده دابل کوتیشن یا تگ کوتیشن، و ما میتونیم داخل این دابل کوتیشن و تگ کوتیشن حتی عددم بنویسیم. ما حتی میتونیم عددم بنویسیم. و اگه ازمون سوال شه که آقا تایپ این چیه؟ تایپ این چیه؟ خیلی راحت میتونیم بگیم که تایپ این استرینگه، تایپ این هم استرینگه. حالا ما تست میکنیم با هم دیگه. اینو من مینویسم محمد، اینم که 10 بذاریم باشه. میگم پرینت کن برای من. میام از یه متد داخل زبان پایتون استفاده میکنم به اسم تایپ که شما نیازی نیست الان اونو یاد داشته باشین. پس نیازی نیست یاد داشته باشین، فقط میخوام نشونتون بدم. میگم پرینت کن تایپ نیمو، خروجی میگیرم. چی نوشت؟ str. str مخفف استرینگ هستش. پس str مخفف همین استرینگیه که من اینجا نوشتم، یعنی ایشون یک رشته، درسته؟ اما نیم دو چی؟ مگه توش عدد ننوشته؟ اما ما گفتیم نماد استرینگ یا رشته یا سمبلش همین تگ کوتیشن یا دابل کوتیشن هستش. پس اگه من اینجا بیام نیم دو هم بنویسم و خروجی بگیرم، بازم میبینیم که چی؟ بذاریم پاک کنم یه بار دیگه خروجی بگیرم. حالا خروجی میبینیم که بازم چی میاد؟ str، یعنی ایشون هم استرینگه و همین راحتی. حالا شما میتونید از اینجا اینا رو هم پایتون فایل این ترمینال رو بزنید. خب به همین سادگی من از کلید میانبرش استفاده میکنم، یعنی شورتکاتش از اون استفاده میکنم. برای همین اینو باز نمیکنم، با کیبورد هم میزنم سوال اگه پیش اومد. خب اینم از این پاک میکنم مثلا، این از استرینگ. اما بریم سر وقت اینتیجر. اینتیجر چیه؟ اینتیجر داده های عددی ما رو میگن، عددهای صحیح. اما پس یادتون باشه عددهای صحیح. مثلا age مساوی چنده؟ 19، درسته؟ وریبل بعدی رو میخوام تعریف کنم. حالا بذار همین age رو من اول پرینت کنم. پرینت کن برای من age رو 19 پرینت شد، درسته؟ پس من یه متغیر تعریف کردم وریبل name و اومدم مساوی قرار دادم با وریبل value، یعنی یک اس واسه متغیرم تعیین کردم، مساوی قرارش دادم با مقداری که قرار تو این متغیر باشه که 19. حالا من میگم چی؟ میگم پرینت کن تایپ age و حالا خروجی میگیرم. ببینید چی واسه من نوشت اینت مخفف چیه به نظرتون؟ اینت مخفف همین اینتیجره. پس اینت مخفف چیه؟ اینتیجره. پس معلوم شد که نوع این اینتیجره. اما یه سوال، شما اومدین داخل استرینگ یا رشته، خب عدد اومدی داخل یه دابل کوتیشن و تگ کوتیشن گذاشتی، جواب گرفتی، درسته؟ اینجا هم میتونی مثلا محمد داخل دابل کوتیشن و تگ کوتیشن نذاری. همین الان ناکنین محمدم اشتباه نوشتم، الان درست شد. همین الان VS کد اومده به ما ارور داده و میگه همچین چیزی نمیشه. چرا؟ چون شما متن و اینجور داده متنی رو باید داخل دابل کوتیشن و تگ کوتیشن بذارین. بازم خروجی میگیرم که ببینین، اصلا بهش میگم پرینت کن، نمیخواد تایپش هم پرینت کنه، میگم پرینتش کن. ببینید به من ارور میده، درست شد؟ نیم ارور میده. پس این یادتون باشه. اما بعدی فلوت چی هستش؟ فلوت مثل اینتیجر، گفتیم اینتیجر عدد صحیحه. اما پس فلوت چیه؟ فلوت مثلا من میگم نامبر یا نامبر 1. نامبر 1 مساوی 19. اینو بهش میگن چی؟ این دیتا تایپ من یک اینتیجره. اما نامبر 2 من مساوی 19.1. میگن این داده فلوته. میخوایم ببینین؟ بله ببینین. میگیم پرینت کن تایپ نامبر 1 رو یک کپی ازش میگیرم، پرینت کن تایپ نامبر 2. خروجی ببینید میگه اولی یعنی نامبر 1 تایپش چیه؟ اینتیجره. میبینید همون چیزی که گفتیم اینتیجره. اما دومی یعنی نامبر 2 تایپش چیه؟ میگه نامبر 2 تایپش فلوته، همون چیزی که ما گفته بودیم. پس به عدد صحیح تایپش میشه اینتیجر، عددهای اعشاری میشن چی؟ میشن فلوت، به همین سادگی. حالا اگه من اینو 19
19 و 0 میذاشتم چی؟ بازم همون نتیجه برای من برمیگرده، هیچ فرقی نمیکنه. یه نکته فقط بگم دوستان، شاید داخل وی اس کد شما وقتی شما چیزی رو می‌نویسین و خروجی میگیرید نیاد، بعد سیو کنین، کنترل اس رو بزنین که اون سیو بشه اون صفحه. میتونین از داخل فایل بیاین اوتو سیو رو فعال کنین و خودش به محض اینکه حالا تایپ شما تموم بشه خودش سیو میکنه اون چیزی که شما نوشتین. پس این تیک اوتو سیو هم میتونین فعال کنین. شاید واسه شما غیر فعال باشه، نمیدونم واقعا، اما اگه غیر فعال بود میتونین فعالش کنین. اینم از این. و آخرین نوع دیتا تایپ ما بولیان هستش. بولیان یعنی چی؟ یعنی true false. true false صحیح غلط، صحیحه یا غلطه، درسته؟ پس آخرین نوع دیتا تایپ ما true false هستش. میگم چی؟ میگم is man هست چی؟ یا اصلا بذارین is، یا مثلا می‌نویسم single، یه دیتا تایپ، یه وریبل یا متغیر تعریف کردم به اسم سینگل. ایشون سینگله، true، بله ایشون سینگل هستش. میگم پرینت کن سینگلو اول از همه. خب خروجی میگیرم، ببینید true برگشت، یعنی صحیح. true یعنی صحیح، false یعنی غلط. میگم ایشون سینگله، مثلا سینگل مساوی trueه، درسته؟ سینگل مساوی true. اگه ای سینگل کنم که بهتره، ای سینگل مساوی trueه، اینجا is سینگل باید بشه، مساوی trueه. ها حالا میگم تایپش رو واسم مشخص کن. میگم تایپ ای سینگل رو واسم مشخص کن. خروجی میگیرم، کلاس چی اومد؟ بول. به نظرتون این مخفف چیه؟ دیگه کاملا واضح شده قضیه. مخفف بولیانه. مخفف بولیانه یعنی یک مقدار حالا یا صحیحه یا غلطه. اوکی، اگه من اینو فالس کنم چی؟ می‌نویسم فالس، باز خروجی میگیرم. بازم ببینید بولیانه. حالا CLS بزنم پاک شه، دوباره خروجی بگیرم، ببخشید دوباره خروجی میگیرم، ببینید میگه بولیانه، یعنی true false بولیان هستن. پس این از این. حالا من جلوی هر کدوم از اینا مینویسم، اینها کامنت هستن. کامنت گذاری داخل پایتون با هشتگ انجام میشه، یعنی شما قبل از اون حالا تکستی که دارید می‌نویسید اگه یه دونه هشتگ بذارید اون خط کامنت میشه و اون کد اجرا نمیشه. حالا بعدا در مورد کامنت به طور مفصل صحبت میکنیم. استرینگو میگم یه داده متن مثلا می‌نویسم محمد، یک مثالی ازشون می‌نویسم دیگه. میگم اینتیجر مثلا 19، فلوت میگم 19 و نیم و به واسه بولیان می‌نویسم true or یعنی یا، حالا true یا false. اوکی، همین. این از وریبل ها و دیتا تایپ ها. حالا کم کم که جلو بریم، چون با اینا زیاد کار میکنیم و خیلی باشون مواجه هستیم، بیشتر در موردشون یاد میگیریم. اینکه چجوری میتونیم یک داده متنی رو مثلا به اینتیجر تبدیل کنیم، یا اینکه اینتیجر رو به داده متنی تبدیل کنیم، به استرینگ رشته به رشته تبدیل کنیم، اینتیجر رو به رشته تبدیل کنیم، رشته رو به اینتیجر تبدیل کنیم و اینها رو همه رو یاد میگیریم. اما فقط در همین حد الان شما بدونیم بسه. یکی وریبل، اینکه چجوری یک وریبل یا متغیر داخل زبان پایتون تعریف میشه که گفتیم وریبل نیم و مساوی وریبل ولیو میکنیم، یعنی یک اس واسه متغیر در نظر میگیریم، مساوی میذاریم با مقدار اون متغیر و که دو تا مثال از روش زدیم. و دیتا تایپ ها، اینکه دیتا تایپ ها ما به 4 دسته تقسیم میشدن، یا استرینگن یعنی رشتن، یا اینتیجرن یک عدد صحیحن، یا فلوتن یک عدد اعشاریه، یا بولیانن که یا صحیحن یا غلط، true false. اوکی، خب خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار من گذاشتین. برای این جلسه کافیه به نظرم. تا جلسه آینده، خدا یار و نگهدارش.